اگر انسان 3 روز امر به معروف گوش نکند قلبش سیاه میشه. 3 روز گفته 3 روز اگر غذا نخوری هلاک نمیشی، لیکن 3 روز امر به معروف گوش نکنی قلبت هلاک میشه. وقتی برادر عزیز قلب که هلاک شی، قلب سیاه کشی، قلب سخت کشی، ان ابعد الناس من الله القلب القاسي میشود. دورترین انسان ای رحمت خدا کسی که دلش سیاه است. شما دلتون که سیاه شید دیگر برادران زبان شما هیچ وقت در شما یاری نمیکنه که یک بار الحمدلله بگید. هیچ وقت با دل سیاه سحر هم که خستی هیچ وقت بسم الله الرحمن الرحیم گفته ای جاگه خود بلند نمیشه. نماز بامداد هم نمیخونی، شاید در بالای جاگه که بشینید در بگویید که امروز چند سوم یافته باشم. فکر مردن هم در یادت نمیاد، فکر 5 وقت نماز هم به یادت نمیزنه. برای دل سیاه شده.